خب مسابقات امروز مسابقات خیلی سختی بودش، چون که سهمیه المپیک بود، جای اشتباهی نبود. یعنی خیلی حساسیتش به خاطر این بود. منم کشتیام یه جورایی کشتی خیلی سنگینی که مثلا بخوام زیر و روشم بگیرم اینا خیلی بیشتر میتونستم بگیرم، اما خب احتیاط کردم چون سهمیه المپیک رو میخواستم و بعد اینکه ما انتخابی المپیک هم واسه کشورمون تو همین مسابقات بود، برای همین حساسیت بالایی داشت. کشتی با ژاپن صبح کشتی اولم بود. یه کشتی بودش که خب حریف خیلی خوبیه، آقای یوشیدا ایرانی الاصل، حریف خیلی خوبیه. کشتی سختی شد. من کشتی اولم بود، هنوز بدنم راه نیافتاده بود، تو شرایط مسابقه قرار نگرفته بودم، ولی هر جوری بود که بود من برای برد اومده بودم و خدا رو شکر که تونستم خوبم ببرم. مسابقات پاریس که خب بهترینای دنیا تو مسابقات شرکت میکنن. ما هم با برنامه‌ریزی که فدراسیونمون و تیم که توی خانه کشتی ما کار میکنن، امیدوارم که همه 6 وزن ایران بهترین نتیجه رو توی المپیک پاریس بگیره.